برده کسیه که برخلاف میلش مجبور به انجام کاری شده. برای درک اینکه همه انسان‌ها برده هستند نیاز به بررسی عمیق و موشکافانه فلسفی نیست. حتی اگه به طور سطحی نیز به زندگی انسان نگاه کنیم این امر کاملاً آشکار خواهد بود. شما در جهانی زندگی می کنید که در اون مجبورید کار کنید، مجبورید بجنگید، رقابت کنید، بیاموزید، بخورید و بخوابید. این یعنی بردگی. چون اگه به هر دلیل از انجام این کارها خودداری کنید از گرسنگی و تشنگی و خستگی خواهید مرد. شما حتی باید از اینکه یک برده هستید نیز قدردان باشید. اگه قدردان نباشید در شما حس بد ایجاد می کند. میگن شما ناشکر هستید. شما رو با یک برده دیگه که وضعش از شما بدتره مقایسه می کند تا در شما ترس ایجاد کند تا از بردگی خود راضی بشید و قدردان باشید که معلول به دنیا نیومدید. اما اصلا چرا در وهله اول باید بیماری ها وجود داشته باشند؟ میدونستید که فقط برای گونه انسان 3000 بیماری ثبت شده؟ اصلا چرا هنگام طراحی این جهان گزینه وجود بیماری ها روی میز قرار داشت؟ شما غذا میخورید تا سیر بشید و سپس از اینکه شکمتون سیر شده شاکر هستید. اما اصلا چرا در وهله اول به غذا نیاز داشتید؟ چرا بدن انسان طوری طراحی شده تا در حالت دائمی از گرسنگی و وابستگی قرار داشته باشه؟ نمیتونست این طراحی طوری باشه که شما با تنفس و جذب نور خورشید زنده بمونید؟ میتونید تصور کنید فقط با همین تغییر در طراحی چه میزان از رنج بشر کاسته میشد؟ سالانه 9 میلیون نفر از گرسنگی در جهان میمیرند. این رقم رو در تاریخ 1000 ساله اگه نه میلیون ساله زمین ضرب کنید. فقط همین یک مورد به تنهایی کافیه تا کسی که شفقت داره رو به مرز جنون بکشونه. شفقتی که به هیچ وجه در این طراحی دیده نمیشه. شما در این اردوگاه کار اجباری حتی هزینه‌های بردگیتون رو هم خودتون باید بپردازید. والدین شما رو از نیستی بدون کسب رضایتتون وارد جهانی کردند که رنج در اون قطعیه. جهانی که خوشبختی و شکم سیر در اون گارانتی نیست، اما گرسنگی، بیماری و رنج در اون برای همه تضمین شده است. جایی که شما همیشه در کمبود هستید. دائما باید برای نگهداری از بدن در تقلا باشید. در این جهان خوشبختی قطعی نیست، اما بقا، بیماری و افول گریز ناپذیره. کسی نیست که در این جهان رنج نکشیده باشه. کسی نیست که خاطرات بدی از زندگی در ذهنش نباشه. شما زندگی می‌کنید با این امید که رنج کمتری بکشید، به این امید که روزی ثروتمند بشید، خانه رویاهاتون رو بخرید، موفق بشید و هر چند کوتاه اما برای لحظاتی از دلهره‌ها و اضطراب شما کاسته بشه. این همه تقلا برای آنچه در پایان در انتظار همه ماست. زندگی رژه‌ای از بیهودگی‌های غم‌انگیزه. ذهن انسان طوری طراحی شده که دائما برای رفع بی‌حوصلگی مثل یک معتاد وابسته به عوامل بیرونی باشه. شما بی‌وقفه به دنبال سرگرمی‌های جدید هستید تا از کسل شدن جلوگیری کنید. تمام انگیزه شما برای ادامه حیات تجربه دوز بالاتری از حال خوبه. در چه جهانی شما برای ادامه حیات محتاج حال خوب هستید؟ چه جای دیگه‌ای جز جهنم؟ در این بیابان خشک شما دائما باید به دنبال آب باشید تا از تشنگی نمیرید.
جایی که اندکی رطوبت و چند قطره آب شما رو زنده نگه می‌داره تا توانایی برداشتن قدم‌های بعدی رو داشته باشید. به این امید که روزی به سرابی که از دور می‌بینید برسید. نیهیلیسم یا پوچگرایی منفی گرایی نیست، مواجهه با حقیقته. هیچ چیزی در این جهان مهم نیست، چون همه چیز روزی از بین میره و تمام دستاوردهای شما روزی به هیچ تبدیل خواهند شد. وقتی متوجه شدید که همه چیز بیهوده است، وقتی متوجه شدید که همه امیدها طبل تو خالی است، وقتی درک کردید که زندگی نه تنها هدیه نیست بلکه بردگی است، آنگاه باری بسیار سنگین از روی دوش شما برداشته خواهد شد. رقابت‌های بیهوده، اضطراب و نگرانی‌ها، امیال سرکوب شده و تقلا برای برآورده کردن انتظارات جامعه همگی از بین خواهند رفت. نیهیلیسم هیچ انگاری نیست، رها شدنه، فرار نکردن از حقیقته. نیهیلیسم یعنی امیدهای واهی رو کنار گذاشتن و با بیهودگی و پوچ بودن زندگی روبرو شدن تا از دور باطل رقابت‌ها و دست و پا زدن‌های بیهوده زندگی عبور کردند.